سلام خدمت دانش آموزان عزیز، امیدوارم خوب باشید. امروز میخوایم سوالات گسسته آزمون 31 مرداد قلمچی رو تحلیل کنیم. سوال اول از استدلال به ما گفته کدام یکی از گزاره‌های زیر ارزش نادرستی داره. مثلا توی گزینه 1 معادله درجه 2 داری، کافیه این معادله درجه 2 رو حل کنی، حالا یا با استفاده از دلتا یا تجزیه که من دلتا رو توصیه نمی‌کنم. خواهی دید ایکس ها 2 یا 3 میشن، یعنی دقیقاً ریشه هایی که توی گزینه به شما داده شدن. پس گزینه 1 حرف درستی میزنه، میگه اگر میخوای این عبارت صفر بشه ایکس رو یا 2 بده یا 3. گزینه 1 رد شد. گزینه دوم شاید ظاهرش پیچیده به نظر برسه در نگاه اول، اما شما میتونید نقضش کنید. میتونید ایکس تون رو 2 و ایگرگ تون رو 1 جاگذاری کنید تا نقض بشه. فقط دقت کنید که ایکس و ایگرگ باید طبیعی باشن، صفر و اعداد منفی نمیتونیم جاگذاری کنیم. اما باز هم اگر دیدی گزینه 2 پیچیده است، برو گزینه 3 و 4 رو بررسی کن. توی گزینه 3 به شما گفته x عدد حقیقی ناصفریه، پس مجموعش با معکوسش مقدارش بزرگتر مساوی 2، قدرش بزرگتر مساوی 2. خب شما این گزاره رو حفظ باشید. گزینه 3 گزاره درستیه. از کجا حفظ باشید؟ از اون جمله‌ای که توی کتاب درسی ما با استفاده از اثبات بازگشتی درستیشو بررسی می‌کردیم. میگفتیم اگر x مثبت باشه مجموعش با معکوسش بزرگتر مساوی 2 و اگر x منفی باشه مجموعش با معکوسش همواره کوچکتر مساوی منفی 2 هستش. گزینه 3 هم دقیقاً اجتماع گرفته شده دوتا خطیه که براتون نوشتم، به نوعی اجتماع این دوتاست و حرف درستیه. شما هر سه این گزاره ها رو حفظ باشید، به نظرم گزاره های خوب و مهمیه. اما گزینه 4 گفته هر x حقیقی این عبارت رو مثبت میکنه. حالا یا تعیین علامتش میکنی یا قاعده رو میدونی دیگه، چون آ مثبته و دلتا منفیه این عبارت همواره مثبته یا سهمیش همواره رو به بالا و بالای محور ایکس ها قرار میگیره. پس گزینه 4 هم حرف درستیه و فقط گزینه 2 با استفاده از مثال نقض رد میشه که اصلا مهم نبود شما مثال نقضش رو تشخیص بدید. گزینه های 1 3 4 رو درستیش رو اثبات میکردید، گزینه 2 خود به خود رد میشد. خب سوال 72 به ما گفته باقی مانده تقسیم A و B بر 23 4 و 11 است، باقی مانده فلان بر 23 چقدر است. دقت کنید که مقسوم علیه شما تغییر نکرده، پس کارتون خیلی راحته. و همچنین این سوال با دو روش حل میشه بچه‌ها، هم الگوریتم تقسیم هم نهشتی. الگوریتم تقسیم رو صرفا شروعش رو من بهتون بگم. شما کافیه الگوریتم رو برای A بنویسید 23 کیوب به علاوه 4، برای B هم بنویسید 23 کیوب پریم به علاوه 11. حالا 3 ضرب کن، 7 ضرب کن و در واقع دو طرف تساوی ضرب میکنی دیگه. و حالا دو خط رو از هم دیگه کم کن. 23 کیو رو هم بساز، همون مدلی که از 23 فاکتور میگرفتیم دیگه. چون بلدید من ورود نمیکنم بهش. من توصیهم اینه که شما همیشه این گونه سوالات رو با هم نهشتی حل کنید. وقتی هم نهشتی بلدید بگید A به پیمانه 23 هم نهشته با 4 و B به پیمانه 23 هم نهشته با 11. شما همین الان هم میتونید طرفین این هم نهشتی رو با هم جمع یا کم کنی، اما چون دنبال 3 آمنهای 7 بی میگردی پس توی بالایی 3 ضرب کن، توی پایینی هم 7 ضرب کن. حالا بیا طرفینش رو از هم دیگه کم کن. خواهید دید 3 منهای 7 بی هم نهشته با 12 منهای 77. این یعنی چند؟ یعنی منفی 65. حالا ما باقی مانده منفی که نداریم، باید مثبتش کنیم. توی هم نهشتی قاعده داشتیم میگفتیم مضاربی از پیمانه رو میتونی بدی یا بگیری. من مثلا میام 2 تا 23 تا به سمت راستم اضافه میکنم، یعنی 46 تا اضافه میکنم، هم نهش میشه با منفی 19. باز هم خوب نیست. خیلی خوب، یه 23 دیگه بهش میدم، این دفعه دیگه مثبت میشه. باقی مانده چند شد؟ 4، یعنی گزینه 1. خیلی سریعتر و بهتر از روش الگوریتم تقسیم ما اینو توصیه میکنیم. خب توی سوال 73 به ما گفته باقی مانده 3 به توان 58 در تقسیم بر 13 چنده. ما وقتی توانهای عجیب و غریب داشتیم میرفتیم سراغ هم نهشتی و یواش یواش 3 به توان 58 رو میساختیم. خب من با 3 به توان 2 استارت رو میزنم به پیمانه 13، میبینم که 3 به توان 2 9 میشه، 9 هم به پیمانه 13 خب خود 9 میشه و چیز جذابی نشد. یه دونه توان رو میبرم بالاتر، 3 به توان 3 خواهد شد. 3 به توان 3 میشه 27. 27 جذابه به 13.
چرا؟ چون با 26 که مضرب 13 هستش یه دونه فاصله داره، پس باقی مانده 27 به 13 هم 1 خواهد شد. حالا که 1 شد شما میتونی آروم آروم 3 به توان 58 رو بسازی. چجوری میسازی؟ میای 3 به توان 3 سمت چپ رو مثلا به توان 19 میرسونی، اون طرف هم اتوماتیک به توان 19 میرسه. حالا 3 به توان 3 به توان 19 یعنی چی؟ یعنی 3 به نمای 57. سوال تموم شد. شما الان فهمیدی 3 به نمای 57 میشه 1، چون 1 به توان 19 هم 1 دیگه بچه‌ها. کافیه یه دونه 3 توی طرفین ضرب کنی و تموم شه کار. اگر یه 3 توی سمت چپ ضرب کنی همونی میشه که سوال از تو میخواد، 3 به توان 57 و مجبوری یه دونه 3 توی سمت راست هم ضرب کنی. پس در نهایت باقی مانده چند شد؟ گزینه 4 یعنی 3. خب سوال 74 گفته در یک تقسیم باقی مانده بیشترین مقدار خودش را دارد. یعنی اگر الگوریتم تقسیم رو بنویسیم A مساوی BQ به علاوه R، آرمون ماکسیمومه. آر ماکس یعنی چی؟ آر ماکس یعنی یه دونه کمتر از بی، یه دونه کمتر از مقسوم الی. از کجا میفهمیم؟ از اونجایی که آر همواره بین 0 و بی قرار گرفته بود. خب آر مساوی بی که نمیتونه بشه، پس بیشترین مقداری که میتونه داشته باشه یه دونه از بی کمتره، برای همین آر ماکس مساوی بی منهای 1. حالا گفته در این تقسیم یه تغییراتی ایجاد میکنم، به مقسوم و مقسوم الی یعنی به A و B یک واحد اضافه میکنم، به خارج قسمت و باقی مانده هم اتوماتیک 1 واحد اضافه میشه. یعنی این قضیه تقسیم عوض میشه، سمت چپ A به علاوه 1، این ور B به علاوه 1، Q به علاوه 1، اون ورم R به علاوه 1. یعنی خلاصش به همه اجزامون 1 واحد اضافه شدن. خیلی خوب، حالا همینجا من تا میتونم این عبارتم رو ساده میکنم. میام به جای A از قضیه تقسیم بالا استفاده میکنم، BQ به علاوه R می نویسم، فقط به علاوه 1 رو یادتون نره. سمت راست BQ 1 و R به علاوه 1 دارم. یعنی این 4 جمله‌ای که میبینید باز شده این دوتا پرانتز بودن که تو هم ضرب شده بودن. حالا ساده کنید. BQ با BQ خط میخوره، R با R ساده میشه. همچنین یه دونه از یکامون هم با هم دیگه ساده میشن و ما در نهایت میرسیم به 0 مساوی B به علاوه Q به علاوه 1. ما اینجا میایم Q رو تنها میکنیم که همه چی از جنس B بشه. Q برابر میشود با منفی B منهای 1. حالا میام Q واقعی رو یعنی منفی B منهای 1 رو داخل قضیه تقسیم اولم جاگذاری میکنم ببینم چی بهم میده. چون انتها در مورد A صحبت کرده بچه‌ها، منم میام تو قضیه تقسیم بالا اینو جاگذاری میکنم. A مساوی میشود با B در منفی B منهای 1 به علاوه R. حالا سادش کن، این یعنی منفی B2 منهای B. R یعنی چی؟ مگه به من نگفته بود R داخل این قضیه تقسیم ماکسیمومه؟ خب پس میتونم به جاش B منهای 1 رو بنویسم. حالا ساده کنید، منفی B با B از بین میره و میرسیم به منفی B2 منهای 1. تموم شد و رفت. در مورد چی صحبت کرده سوال؟ در مورد مقسوم صحبت کرده، یعنی A. ولی مقسوم جدید، این تیکش رو دقت کنید، چون کلمه جدید رو به کار برده یعنی داخل اون قضیه تقسیم دومیه تو باید مقسوم رو بگی. توی قضیه تقسیم دومیه دقت کن، مقسومت اینجاست، A به علاوه 1. یعنی سوال دنبال A به علاوه 1 میگرده. خب من اینجا به این رسیدم که A منفی B2 منهای 1. اگر A به علاوه 1 داشته باشم چطور؟ خب A به علاوه 1 منفی B2 منهای 1 به علاوه 1 دیگه، به طرفینش که 1 اضافه کن. حالا 1 با منفی 1 از بین میره و ما در نهایت میرسیم به منفی B2. این یعنی چی؟ یعنی مقسوم جدید شما A به علاوه 1 شما منفی یه عددی به توان 2. کدوم یک از گزینه ها منفی یه مربع کامله؟ گزینه 2. تموم شد و رفت. سوال 75 گفته به میمیم A و 9 شده 3، به میمیم B و 9 هم شده 3. ببینید 9 خودش دو تا عامل 3 داره، 3 به توان 2 هستش. وقتی به میمیمش با یکی دیگه شده 3 یعنی اون عدد مجهوله حتما یه دونه عامل 3 داشته، نه بیشتر نه کمتر. اگر بیشتر داشت خب به میمیمشون هم بزرگتر میشد، 9 میشد. اگر کمتر داشت به میمیمشون 1 میشد. پس هم A از جنس سکاست و هم B از جنس سکاست.
این به این معنا نیست که A و B عوامل دیگری نمیتونن داشته باشن. A ممکنه عدد 6 باشه، B ممکنه عدد 21 باشه، ولی دو تا عامل 3 نمیتونن داشته باشن، تهش یه دونه. حالا شما دو تا چیز از جنس سکا رو اگر در هم دیگه ضرب کنید چه اتفاقی میفته؟ خب یک عامل 3 تون میشه دو تا عامل 3، هر کدوم یه دونه 3 میذارن وسط و در نهایت حاصل ضربشون از جنس 9 میشود. خیلی خب، پس گزینه 2 واضحاً درسته. مضرب 9 با خود 9 به میمیمشون میشود 9 و گزینه 4 هم واضحاً غلطه. ما در مورد حاصل ضرب اینا راحت میتونیم نظر بدیم. اما در مورد جمعشون چطور؟ در مورد جمعشون شما میتونید مثال نقض بیارید. مثلا شما اینجا بیایید A رو 6 بذارید، B رو 3. خب میبینید که 6 به علاوه 3 9، از اون طرفم به میمیمش با 9 نمیشه 3، میشه خود عدد 9. حالا ممکنه بپرسید چرا گزینه 3 درست نمیشه؟ آقا این مثال تو توی گزینه 3 جواب میده. بله، ولی گزینه 3 خودش با یه مثال دیگری نقض میشه. شما فرض کنید مثلا یه عددتون 21 باشه، اون یکی عددتون 3 باشه. 21 به علاوه 3 به میمیمش با 9 نمیشود 9 این سری، همون 3 میشه باز دوباره، چون جمع این دوتا عدد سکا باز هم از جنس سکا شد. پس همون گزینه 2 رو انتخاب میکنیم. سوال 76 یکی از سوالات نسبتا ساده امتحان که به ما گفته x عضو کلاس همنهشتی I به پیمانه 17 هستش، به طوری که x بین 1 تا 100 قرار داره، یعنی یک رقمی یا دو رقمی هستش. شما بگو کلاس همنهشتی 4 به پیمانه 17 چند تا ازش وجود داره بین 1 تا 100؟ سوال داره همینو میگه دیگه. وقتی میگه آ اندیس 4 یعنی شما به جای آی بذار 4، پس میرسی به کلاس همنهشتی 4. کلاس همنهشتی 4 به پیمانه 17 یعنی چی؟ یعنی اعدادی که 17 کا به علاوه 4 هستن، یعنی باقی مونده شون در تقسیم بر 17 4 خواهد شد. حالا شما 17 کا به علاوه 4 رو کافیه بین 1 تا 100 قرار بدی و قدم به قدم کار رو تنها کنی. خب 17 کا می شود بین -3 تا 96. حالا طرفین رو تقسیم بر 17 کن، کا میشه بین -3 17 و 96 17. خب -3 17 که منفی خورده‌ایه، بین 0 تا -1 قرار میگیره. پس اولین کا صحیحی که بعد از اون قرار میگیره عدد 0 و اون طرف 96 17 چطور؟ 96 17 هم حدوداً 6 خورده‌ایه بچه، ببخشید 5 خورده‌ایه، یعنی آخرین عدد صحیحی که قبل از 5 خورده‌ای قرار میگیره خود عدد 5 هستش. کای شما بین 0 تا 5 قرار میگیره. چند تا کا میتونید جاگذاری کنید؟ 5 تا. به ازای 5 تا کا 5 تا x دارید، پس مجموعه شما 5 عضو داره. سوال 77 به من میگه به میمیم این دو عدد اسمش دیه. خب من میتونم با استفاده از معادله آد کردنی دی رو به دست بیارم. یه بار دی آد میکنه 4a به علاوه 4 رو، یه بار دی آد میکنه 2a منهای 5 رو. حالا معادله رو حل کن. من سمت راست رابطه پایین رو در 2 ضرب میکنم، میشود 4a منهای 10. الان ضریب های a بالا و پایین یکسانن، پس بالا رو منهای پایین میکنم و میرسم به دی آد میکنه 14 رو. یعنی چی؟ یعنی دی مقسومون الیه های 14 میتونه باشه. واقعا مقسومون الیه 14 چیان؟ 1 2 7 14 به همین سادگی. اما چون سوال خودش گفته دی 1 نیست، من 1 رو رد میکنم. بین سه تا عدد باقی مونده چطور حذف میکنم؟ میام به عددام دقت میکنم، میبینم عدد 4a به علاوه 4 عدد زوجیه، شما میتونی 2 رو ازش فاکتور بگیری، ولی 2a منهای 5 همون فرمت 2q منهای 1 رو داره انگاری، یعنی عدد فردیه. چجوری به میمیم دو تا عدد زوج و فرد که با هم دیگه یکسان نیستن، یعنی هم جنس نیستن، شده زوج؟ امکان نداره. پس 2 رده، 14 هم رده، چون 14 هم یه عدد زوجه، عامل 2 داره، نمیتونه یه عدد زوج مقسومون علیه مشترک یه عدد زوج و یه عدد فرد بشه. پس تنها دی ممکنه ما عدد 7. حالا در مورد دی چی پرسیده؟ میگه شما بیا رقم دهگان 7 به علاوه 1 به توان 7 رو به دست بیار. رقم دهگان یعنی چی؟ یعنی من واقعا باید 8 به توان 7 رو بشینم حساب کنم؟ نه، به این معنا نیست. هرچند شما 8 به توان 7 رو میتونی حساب کنی، ولی رقم دهگان هر جا دیدی یعنی به پیمانه 100 باید به دستش بیاری. همونطور که رقم یکان میشد به پیمانه 10، اینجا دهگان میشه به پیمانه 100. پس شما باید این هم نهشتیه رو حلش کنی. شاید بپرسی 8 به توان 7 خیلی توان بزرگیه. خب اوکی، من میام با توانهای کوچیک‌تر شروع میکنم، مثلا 8 به توان 2.
ببینید 8 به توان 2 چون میشه 64 و 3 رقمی نیست، خیلی جذاب نیست برای من. همون 64 دقیقاً جواب هم نوشتیمه. پس من یه دونه به توانم اضافه میکنم که 3 رقمی بشه عددم. 8 به توان 3 همون 2 به توان 9 یا 512 خودمونه. خب 512 اگر به پیمانه 100 شما بگیریش 12ش باقی میمونه، 500 تا ازش میریزه همونطور که قدیم گفتی. حالا 12 رو یواش یواش به توان برسون. از اونجایی که من اینجا توان 3 دارم، خوبه دو طرف رو به توان 2 برسونم تا 8 به توان 6 ساخته بشه. اون ور خواهم داشت 12 به توان 2، میدونم که 144. حالا باز دوباره به پیمانه 100 شما 100 رو ازش بگیر، 44ش میمونه. حالا کافیه توی دو طرف هم نوشتید یه دونه 8 ضرب کنی. این ور میشه 8 به توان 7، اون ور میشه 44 ضرب در 8. 44 ضرب در 8 رو شما حساب کنید، میشود 320 به علاوه 32. این یعنی چی؟ یعنی 352. دوباره 300 رو ازش بگیر، میشود 52. دنبال چی میگشتی؟ دنبال دهگانش میگشتی. دهگان 52 چنده؟ گزینه 1، عدد 5. خب سوال 78 باقی مانده ABC بر 11 رو به ما داده. باقی مانده یا حاصل ضربشون با توانهای عجیب و غریب رو از ما خواسته. باز دوباره شما کافیه به ویژگی های هم نوشتی مسلط باشی. شما اگر میدونی آ به پیمانه 11 شده 10، یعنی آ2 رو هم بلدی. آ2 میشه 100، اما به پیمانه 11 شو میتونی ساده تر کنی که میشود 1، یعنی 99 تا از 100 بگیر. مضاربی از 11 رو میتونی بگیری و باقی ماندت رو به دست بیاری. از اون طرف اگر بی به پیمانه 11 شده 9، یعنی بی به توان 3 رو هم میتونی به دست بیاری. ممکنه بپرسی این توانها رو از کجا پیدا کردیم؟ توانها رو از خواسته سوال دارم میخونم بچه‌ها. برای همین بی به توان 3 رو میرم به دست میارم. اون ور میشه 9 به توان 3. خب 9 به توان 3 ما بلدیم دیگه، میشود 729. 729 هم به پیمانه 11. حالا یا 770 رو ازش کم میکنی یا قاعده رو حفظی دیگه. 9 منهای 2 به علاوه 7، یکان منهای دهگان به علاوه صدگان منهای بعدی به علاوه بعدی، یکی در میون منفی مثبتشون میچرخیدن. خب من میرسم به عدد 14. 14 به پیمانه 11 هم یعنی 3. این از B. C چطور؟ C هم به پیمانه 11 وقتی شده 8، یعنی C به توان 4 رو میتونیم با به توان رسوندن طرفین به دست بیاریم. 8 به توان 4 همون 2 به توان 12، یعنی چند؟ یعنی در واقع 4096 هستش. 4096 هم با قاعده به دست بیار. یکان منهای دهگان به علاوه صدگان منهای هزارگان و تمام. حالا میرسیم به عدد منفی 7. منفی 7 به پیمانه 11 هم یه 11 بهش بدی میشه 4. کافیه الان این سه تا عدد رو تو هم دیگه ضرب کنی به همین سادگی، چون شما میتونید طرفین هم نهشتی رو در هم ضرب کنید وقتی پیمانه ها یکیه. پس جواب نهایی شما 1 در 3 در 4 هستش، یعنی 12. چرا 12 تو گزینه ها نمیبینیم؟ چون ما دنبال 12 به پیمانه 11 میگردیم. یعنی شما یه 11 تا باید از 12 بگیری تا باقی ماندت کم بشه. گزینه 3. خب بریم سراغ سوال 79 که یکی از سوالات سخت و چالشی این امتحان محسوب میشه. اما کاملا نگاهتون آموزشی باشه و روی نکاتش مسلط بشید، چون توی این سوال نکات بسیار خوبی میتونیم بگیم. گفته چند تا عدد دو رقمی n داریم که باقی مانده n6 بر 32 بشود 1. چون در مورد باقی مانده صحبت کرده منم هم نهشتیشو می نویسم. این یعنی n6 به پیمانه 32 1 بوده. برای اینکه اتحادش جذاب تره، 1 رو از سمت راست میارم چپ و n6 منهای 1 به پیمانه 32 می شود 0. این یعنی n6 منهای 1 به 32 بخش پذیر بوده. حالا n6 منهای 1 رو میتونم با چاق و لاغر تجزیهش کنم. n2 منهای 1 n4 به علاوه n2 به علاوه 1 دارم که مضرب 32 بودن. دقت کنید وقتی حاصل ضرب این دو تا پرانتز مضرب 32 بودن یعنی چی؟ یعنی یا عبارت لاغر مضرب 32 بوده، اینو میگم، یا عبارت چاق مضرب 32 بوده، یا شاید هم همزمان جفتشون مضرب 32 بودن. من الان برای شما اثبات میکنم که پرانتز چاق نمیتونه مضرب 32 باشه. بچه‌ها ما اینو روی جزوه مفصل صحبت کردیم که n4 به علاوه n2 یک عدد زوجه. اثباتش کردیم. چجوری اثبات کردیم؟ گفتیم اگر از n2 فاکتور بگیری خواهی داشت n2 در n2 به علاوه 1
n2 در n2 به علاوه 1 حتما زوجه. میدونی چرا؟ برای اینکه دو تا عدد متوالی رو داری تو هم ضرب میکنی. اصلا n2 رو بی خیال، فکر کن a داری، شما داری میگی یه عددی در یه دونه جلوترش حتما زوجه. اینو اثبات کردیم. حالا داری 2q رو با 1 جمع میکنی. 2q به علاوه 1 یعنی چی؟ یعنی یک عدد فرد. پس تکلیف این پرانتز معلوم شد. عبارت چاق شما یه عدد فرده و نمیتونه به 32 بخش پذیر بشه. تنها کسی که میتونه به 32 بخش پذیر بشه اینه، n2 منهای 1. اگر n2 منهای 1 بخواد به 32 باقی مانده 0 بده، یعنی انگار n منهای 1 در n به علاوه 1 به پیمانه 32 شده 0. چیکار کردم؟ با مزدوج تجزیهش کردم، کار خاصی نکردم. حالا دقت کن، باز دوباره همون اتفاقی میفته. یا n منهای 1 به 32 میخورده، یا n به علاوه 1 به 32 بخش پذیر بوده، یا شاید هم همزمان جفتشون بخش پذیر بودن. اما n منهای 1 و n به علاوه 1 دو تا عدد متوالی از لحاظ زوج و فردی هن. یعنی چی؟ یعنی اگر n منهای 1 2 باشه، n به علاوه 1 4، دو تا ازش جلوتره. حالا شما به من بگید هر جفتشون باید فرد باشن یا هر جفتشون باید زوج باشن؟ قطعا نمیتونن جفتشون فرد باشن. چرا؟ چون اگر فرد رو شما توی فرد ضرب کنی چجوری میخواد به 32 بخش پذیر بشه؟ امکان نداره. پس فرض اولمون رده، همزمان جفتشون باید زوج باشن تا این اتفاق بیفته. یعنی هم n منهای 1 زوج باشه، هم n به علاوه 1 زوج باشه. من n منهای 1 رو اگر 2k در نظر بگیرم، n به علاوه 1 رو 2k به علاوه 2 میذارم، چون 2 تا جلوتر از n منهای 1. حالا دارم چی میگم؟ دارم میگم 2k در 2k به علاوه 2 به پیمانه 32 میشه 0. یا بهتر بگم 32 عاد میکنه 2k در 2k به علاوه 2 رو. بخش پذیریه دیگه. بخش پذیری زبون دیگه عاد کردن بود. حالا شما 2k در 2k به علاوه 2 رو باز کن، میشه 4k2 به علاوه 4k. یه دونه 4 هم بی زحمت فاکتور بگیر، میشه k2 به علاوه k. حالا میتونی ساده کنی دیگه. 4 رو از طرفین بزن میرسی به 8. این یعنی 8 داره عاد میکنه k در k به علاوه 1. چی شد؟ k2 به علاوه k رو یه k ازش فاکتور گرفتم. باز دوباره همون اتفاق تکرار میشه. ببین چند بار این نکته رو داریم تکرار میکنیم. وقتی 8 دو تا حاصل ضرب، دو تا پرانتز رو داره عاد میکنه که تو هم ضرب شدن، یعنی یا k به 8 بخش پذیره یا k به علاوه 1 بخش پذیره. دقت کنید دیگه عبارت سوم به کار نبردم، یعنی نگفتم شایدم جفتشون بخش پذیره، چون امکان نداره. وقتی k به 8 میخوره چجوری ممکنه یه دونه بعدترش به 8 بخوره؟ و بالعکس اگه k به علاوه 1 به 8 بخش پذیر باشه چجوری k به 8 بخش پذیر میشه؟ پس یکی از این دوتا برقراره بچه‌ها، یا 8k رو عاد میکنه یا 8k به علاوه 1 رو عاد میکنه. اگر 8k رو عاد کنه یعنی k مضربی از 8 از جنس 8q. اگر k به علاوه 1 رو عاد میکنه یعنی k 8q منهای 1. حالا این q ها با هم میتونن متفاوت باشن و 8q پریم اونش مهم نیست، خیلی گیری روی این نداریم. خب ما خدا رو شکر کامون رو فهمیدیم، ولی در نهایت دنبال چی میگردیم؟ دنبال n میگردیم بچه‌ها، دنبال عدد دو رقمی n میگردیم. خب بریم عقب، سوالو برگردیم عقب ببینیم کجاها در مورد n صحبت کردیم. اینهاش اینجاست. ما اینجا گفتیم n منهای 1 چیه؟ 2k. یعنی چی؟ یعنی n شما 2k به علاوه 1. این نتیجه ازش به دست میاد. n شما 2k به علاوه 1. تموم شد. آقا چرا خط پایین رو بررسی نمی کنی؟ چون خط پایین به درد نمیخوره. خط پایین دو تا جلوتر از n منهای 1 دیگه، فرقی نمیکنه. یکیشو بریم به نتیجه برسیم زودتر. خب پس من اگر nم رو تشکیل بدم n من میشود 16q به علاوه 1. توی پایینی اگر n رو تشکیل بدهم میشود 16q منهای 2 به علاوه 1. یه ذره ساده تر 16q منهای 1. شما توی هر کدوم از این n هایی که به دست آوردید لطفاً بیایید n تون رو بین 10 تا 99 قرار بدید تو هر جفتشون. دو دسته جواب داریم دیگه. خب توی بالایی شما وقتی n رو میذاری بین 10 و 99 انگار 16q به علاوه 1 رو بین 10 و 99 گذاشتی. پایین هم همینطور انگار 16q منهای 1 رو بین 10 و 99 گذاشتی. سوال تموم شد. q رو به دست بیاری تموم کارمون. شما اگر اینجا توی بالایی q رو تنها کنی چه اتفاقی میفته؟ q میشود بین
1 تا دیگه محاسبه با خودتون دیگه، وقتتون رو نگیرم، میشه بین 1 تا 6. توی پایینی هم همین اتفاق میفته. باز دوباره کیو رو اگر تنها کنی کیو میشه بزرگتر مساوی 1 تا 6. تموم شد سوال. 6 تا بالایی به شما جواب داد، 6 تا پایینی به شما جواب داد. اینجا 6 تا کیو، اینجا هم 6 تا کیو. جمعاً چند تا کیو داریم؟ 12 تا کیو. به تعداد کیو ها هم n داریم. پس سوال تموم شد. گزینه 3 12 عدد میتونیم به جای n قرار بدیم. گفته x و y دو عدد حقیقی متمایز و مثبتن. خیلی مهمه، متمایز و مثبتش رو به خاطر بسپار. کمترین مقدار مینیمم عبارت فلان ضرب در فلان را به دست آورید. خب من میام a رو باز میکنم، سادهش میکنم، میرسم به 9 به علاوه 6xy به علاوه 6y به علاوه 4 یه ذره ساده تر 13 به علاوه 6 برابر x وایوم به علاوه y x. حالا دقت کن، xy و yx چه فرقی با هم دارن؟ هیچ، اینا معکوس همن و ما یه قاعده داشتیم که تو سوال اول این امتحان هم بهش اشاره کردیم. عدد به علاوه معکوسش یا بزرگتر مساوی 2 یا کوچکتر مساوی منفی 2. به چی بستگی داره؟ به علامت آ بستگی داره. اگر آ منفی باشه بالایی، اگر آ مثبت باشه پایینی. اینجا به شما گفته مثبته. خیلی خوب، حالا که مثبته پایینی انتخاب میشه، یعنی آ به علاوه 1 آم بزرگتر مساوی 2. اما تیکه متمایزش رو دقت کنید. شما وقتی تبصره متمایز بودن x و y رو داری، دیگه بزرگتر مساوی 2 نمیشه، آ به علاوه 1 آم بزرگتر از 2 میشه. دقت داشته باش، در صورتی مساوی 2 میشه مجموعه عددی با معکوسش که اون دو تا عدد با هم برابر باشن. یعنی منظورم اینه که آ 2 1 آم هم میشه 1 دوم. ولی اگر بخوایم به طور کلی در مورد معکوس هر عددی صحبت کنیم که متمایز هم بخوام باشن، باید بگیم بزرگتر از 2. پس دقت کنید، این پرانتزی که ما اینجا ساختیم مجموع معکوس دو تا عدد بزرگتر از 2، بزرگتر مساوی 2 نیست به هیچ عنوان. خب حالا شما میگی آ بزرگتر از 13 به علاوه 6 برابر 2 دیگه. سوال تموم شد. 13 به علاوه 6 برابر 2 یعنی 25. مگه نمیگیم آ بیشتر از 25؟ اولین عددی که از 25 بزرگتره کدومه؟ گزینه 1 26. پس مینیمم آ کفش عدد 26ه. خسته نباشید. ممنونم از توجهتون. موفق و مؤید باشید.